شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. پسرم با تو چی شد؟ یک کاسه آب بیار. پسرم چی شد؟ برفین مرا با کوزه زده گریخت. چی؟ برفین منم آب اینو رو نوش. چی طور او گریخته است؟ اکنون من چیکار کنم؟ او را گناهگار نکنید خاله زیبا. فریبش دادن. حالا در کجا باشد؟ نمیدونم با کجا، اما گریخته رفت. باز نتوانستم. باز او را از دست دادم. شرف مدیا تقدیم میکند. او کیها در کوه پناه برده است. مرحمت گیرید. اکنون چی کار میکنیم آقای کمیسر؟ مرحمت. کاری کردن نمیتوانیم خانم. اگر یک گروه میبود ایزشان رو گرفته میرفتیم، اما دخترتان خودش تنهاست. او را یافته نمیتوانیم. زود احوال دختر چه خیلی بود آقای طاهر؟ عجیب مینمود. گویا آن برفینی که من میشناختم نبود. هرچند با او گفتم که مادر زنده است و به نزدت میآید، باور نکرد. چرا به تو باور نکرد؟ به نظرم چنین مینمود که گویا مردن شما را دیده باشد. با فکرم برای گرفتن انتقام از اینجا گریخت. مگر این خیل میشود آقای کمیسر؟ میشود خانم. تشکیلات برای تازه کردن معاینه سر راه و اسلوب خود را دارد. با شما درباره ترکاندن یگان جای گپ زد؟ نه. دختری من مورچه را آزار نمیدهد. او یگان جای را نمیترکاند، نمیتواند. میتواند خانم. دخترتان را گیپناز کردند. شرف مدیا تقدیم میکند. یگان جای را میترکاند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. دخترم، دخترم، با تو چی کار کردم؟ ایده دانسته دخترم رو به مرگ روان میکنم. زیغ نشوید خانم. دخترتان را دیر یا زود دستگیر میکنیم. مجبوریم که دستگیر کنیم. آخر حاضر گفتید که میتوانم. گوش کنید خانم. فدایی در کوه و دیه ها نمیگردد. تشکیلات حتما دخترتان را به شهر میفرستد. با کجا فرستادنشان را نمیدانیم. شناسنامه‌اش قلبکی است. وقتی استفاده برد خطا میکند. ما باشیم او را دستگیر میکنیم. سرکمیسر ولخان راست میگویم خاله زیبا. دیر یا زود برفین را دستگیر کرده به دولت تسلیم میکنند. من باید روم. تا بازدید آقای طاهر. تا بازدید. التماس تشویش نکشید. من خودم میروم. خیر. خدا نگهبانتان آقای کمیسر. تشکر احمد جان. تو چه حال داری آقای دکتر؟ کمی گردنم درد میکند اما میگذرد. تو هم بسیار عذاب کشیدی آقای دکتر. اگر دختر مادرش رو میافت خوب میشد. نشد آخر. شما هم هرچی از دستتان آمد کردید. با شما هم تشکر زیاده مکی رضا. بیاید ما هم بدیها برگردیم خاله زیبا. برمیگردیم. البته برمیگردیم، اما من از سراسیمگی فراموش کردم. من یک خبر ناخوشی دارم پسرم. احوال زینب وزنین شده است. دخترکم
زینبم دخترم چرا گپ نمیزند مرا نمیبیند با او چی شده است دیلا دخترم زینب دخترم دیلا یگون چیز گوی آخیر برای صحت شدنش هرچی از دستم میاد میکنم اما کی امید اما من دکتر نیستم آخر راست میگویی دخترم زینب زینب چه حال دارد حمید؟ نمیدونم اکا احوالش وزنین زیخو نشا هیچ چیز نشده است کمی شمال خورده است میگذرد همهش نغز میشود نه اکا کاش مثل گفتهتان شود این دفعه بیماری او رو از پا افتانده است مگر آسان است سرطان است اکا دخترم طاهر اومد تو در کجا بودی پسرم؟ آمدم مادر جان پسرم به دادم رس احوال زینب بد است خواهش میکنم شما در اینجا بمونید شکر که اومدید با او چی شد دیلا؟ به زور نفس میکشد قوتش هم نمونده است همین جایم زینب زود خونش رو گیر تحلیل خونش رو میگذارنم خوب شده آقای طاهر زینب خواهر نشم صحت میشوی بیهوده خودت را عذاب نده من با آخری راه رسیدم زینبی فیموس با من کمی کمک کن تنها فهمیدن میخواهم که در کدام حالت هستی طاهر اومد تو در کجا بودی زلو؟ با طاهر گپ زدن نتوانستم چه شد؟ دختر در کجا؟ نیست برفینم رفت باز گریخته به نزدی آنها رفته است مادرت زنده است گفت مرا داشت دروغ میگوید آن دختر دروغگوی است مادری تو مرد مژده مرد آن دختر تو را فریب کرده میخواست به سربازان سپارد با او باور نکردم با کوزه به سرش زدم و گریختم آفرین به تو مژده آفرین ایتن امانت مژده را ده گیر مژده به خانه تشکیلات می روی در این ورق سراغ نام و آدمانی در آنجا بودن نوشته شده است خب نگاه کن مژده همش رو در یادت گیر بعد ورق رو نفتی مژده مایلش ایتن زود با مژده لباس های شهری پوشان فهمیدی؟ خوب شده است سینا مژده من کمی از پسی کارت شو زود باش مایلش با تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ مرا به انقره میفرستن خیر چی شده است؟ تو چی میترسی مژده؟ نه نمیترسم دوست داشتم در انقره میخوام من باشم در وقتش برای به نزد او رفتن از همان گریخته بودم سرم در بلا ماند یک مردی کلان سال میخواست با زوری با من خونه دار شود با تشکیلات مرا با زیر قانونش گرفته صاحبی کرد در اینجا موندم دوست داشتم از دامانی تشکیلات بود است وقتی که با او بخوردم او را گریه نکن مژده انتقامی هم دوست داشتد و هم مادرت را میگیری
میگیرم برونی مرگ میشوم و بسری انقره میبرم. برفین آخر چی کار کردی؟ تو با تشکیلات چه ارتباطی داری؟ چی شد؟ چرا اینقدر غمگینی؟ هیچ همینطور. سیگار نداری؟ نه. آن دختره که فدایی خیلی جوان بوده است همینطور نه؟ بله جوان است، خیلی جوان است. در وقتش جان من هم خودش را ترکانیده بود. او هم از تشکیلات گریختن میخواست. معلوم میشود که او را هم با گبناز فریب دادند. ای خسرو یک دم ایست. لبه سیگار نداری؟ دارم. یک دانه به من ده. مرحبا. آخر من زنده. خیلی غمگین است. اگر با زینب یگم واقع شود. بعد اون در آمده یگان گپ داشتی دیلو؟ میخواستم نتیجه تحلیل خون رو فهمم آقای طاهر. نتیجهش خوب نیست دیلو. یعنی عذاب میکشد. عذاب میکشد. البته عذاب میکشد، ولی نشان نمیدهد. همینطور با دست پای بسته میشینیم. آخر باید یگان کار کنیم. در اینجا در چنین شرایط به زینب کمک کردن غیر امکان است. پس چی کار میکنیم آقای طاهر؟ او را هر چه زودتر از اینجا با بیمارخانه بردن لازم. او صحت میشود. من هر چی از دستم آمد کردم. آن طرفش در دست خداست. چرا داد میزنی؟ چی شده است؟ برای شما مکتوب آمده است. کی فرستاده است؟ نمیدونم، در بالایش نامش نیست. کنی بیا اینجا شین خان. سلام اپای زیلال، چی حال دارد؟ انشالله خوبید. باز شما را تشویش میدهم، اما چون هر وقت از شما برگی زلف را میخواهم.
اگر فریستید خیلی شد میشوم. برایتون روزهای خوش را خواهانم. گونول همشیره. این گونول همون همشیره پیشینه است؟ بله همان است. در نقطه طبی همون کار میکرد. آن وقتها تو خیلی خرد بودی. نامش رو شنیده بودم. از رفتش مرا فراموش نکرده است. همیشه مکتوب می نویسد، از حال و احوالم می پرسد. من هم با او یگان چیز می فرستم. انسانی خوب است. از شما یک چیز رو پرسیدن میخوام، اما پرس. در بین این گلول و پدرم یگان چیز نبود. شما نمیدونید خاله زیلول؟ قزبان، این چه خیلی گپ است؟ خیر، مکتوبتان رو خوندم. تشکر قزبان. آن مکتوب با کی نوشته است؟ خودتان خوبتر میدونید. این رو بینم. من از کجا میدونم؟ مگر من در دنوی مکتوب بودم؟ کی فرستاده است؟ توبه، همشیره پیشنهادی همان گنول فرستاده است. همان زنی که شما رو به زنی گرفته بودید. بس کن. یگان کس میفهمد. مرا شرمنده میکنی. بگذار فهمن. همه فهمن که با گنول همشیره خونه دار بوده. بگذار میفهمید دهانت رو نیشی کنم. فردیت مرا. کنی پشت رو بخونه را. راگر. و من این دار دیگه نکن. در جواجت گوش میخوری. دیگر یک عمر از گرد نمایلش. میگوین که آدمی رازوی را هیچ کس دست نمیداشته است. راست بودن. گپی راست از سرم مرد. خبرکش. خواهرک، به من روزهای خوش و گوارا میخواهی، اما نمیدونی که خونم ویران شده است. نمیدونی که براتم را یافتم اما به دست نآوردم. نمیدونی که خدیجه هم غلام شده است. از همه وزنی برفینم. آدمی تشکیلات شده است. فدایی میشم در برابر جان خودش. جانی نفرانی بیگناه را هم میگیرد. قاتل میشود دختری من. زینب را باید حتما به بیمارخانه بریم. همین طور داماد؟ بله آقای حمید، باید او را در بیمارخانه شهر تشخیص کنیم. باید معاین کنیم که بیماریش در کدام درجه است. اگر معاین کنند موافق آن طبابت میفرمایند. خیلی که میخواهی پسرم.
با کدوم شهر با کدوم بیمارخانه ای که میخوایی میرویم پسرم. دخترم به هیچ کجا نمی رویم پدر. من خوبم. زینب باید به بیمارخانه رویم. آقای طاهر حق هستن زینب. من به بیمارخانه نمی روم. شرف میدهد تقدیم میکند. دخترم جانم، ما برای صحت شدن تو از دیها بر اومدن نمی خواهم پدر. آخر من به بیمارخانه نمی روم. علاج زینب زینب باید به بیمارخانه رویم. نه. چرا یک روی میکنی زینب؟ اگر به بیمارخانه رویم چی می شود؟ ما هر دومون نقص می دانیم که این بیماری رو مخلوق کرده نمیشه. زینب ما مبارزه میبریم. طبابت های نو، داروهای نو و دردهای نو نمیخواهم طاهر. میخواهم روزهای آخرم رو در نزدیکانم گذرانم. آخر خودت گفته بودی که با بیماریت مبارزه میبری. من سرطانم. این بیماری رو مخلوق کرده نمیشود. انتقامتون رو از آنها میگیرم. برای اون همشیره جمع کرده ایستوده به فکرم. احوالم خوب نیست اما چیکار کنم؟ او رو ناامید کردن نمیخواهم. آخر قیزبان جمع کنید. شما در این جاها گشته از واقعه های دیه بیخبرید. چی شده است؟ معلمه سخت بیمار است. اینش را میدونم. دکتر میخواهد ای رو به شهر برد. اینش را هم میدونید؟ به شهر بردن میخواهد؟ بله. نشد. این دختر به گپمان گوش نمیدهد. به بیمارخانه نمیروم میگوید و خلاص. یکن اون چیکار میکنیم پسرم؟ من همون رو راضی کردن نتوانستم. چرا اینطور میکنن؟ آخر در اینجا برای کاری کردن نمیتوانم. چرا شما به گپی آن یک رفت گوش کرده ایستاده؟ یک تاتون پدرش دیگرتون شوهرش گرفته برید. باز چرا انتظاره؟ برای من بیهوده تشویش نکشید. من خوبم. ینگه گلی، من دسترخوان رو آماده میکنم. خیراب میخوریم. بایلش دخترم، من به تو کمک میکنم. گویا که بیمار نباشد. خودش رو مجبور میکند، اما یگان جای بدنش بی‌درد نیست. زینب دخترم با ما شد بسرم. زینب دخترم چشمت رو بتا زینب. دلو شنیدم که احوال زینب بد شده است. در خونهشون از هوش رفته است. حاضر در اون خوب است. اکنون حال او چی می شود؟ دکتر چی می گوید؟ آقای طاهر پگاه او رو به بیمارخانه می برند.
خانم رابیه هم میروند. خانم رابیه علاقه چیزهایشان را جمع میکنند. با من چی شد طاهر؟ زینب بگو برام میبرایم. خواهش میکنم اعتراض نکن. برای رفتن تیاری میبینید؟ بله زلال. سفرتون به استانبول است؟ نه، به انقره. شما در انقره زندگی نمی کنید؟ چرا به اونجا می روید خانم رابیه؟ طاهر تنها نماند میگویم زلال. و هم در انقره مادرم و خواهرم هستند. خدایا صد شکر نامد که از این دیه خلاص می شدیم. این زن پسرم را دیگر به اینجا برگشتن نمی یک طرف است جوایی است دخترم حتما راه دار لازم ولی انگار خیر بچو خیر راحتون سفید خدمت هم نه خدا مرد رفتیم راه ما کمی درست بیشترم رفتیم یک طرف ای با خدا خیلی غمگین اویستتر سروشی من نشوید اویستتر آقای دکتر من روم. خالای زلال شما چرا رفتن میخواید؟ آقای کمیسر گفته بودم که برفین به شهر میرود. در کدام شهر بودن دخترت رو کسی نمیداند زلال. شما با شهر نروید خالای زلال. از سرکمیسر بلخان خبر رو انتظار شوید. خیر خوش باشید. خدا نگهبانت زلال. مرا ببخش. از کجا میدونی؟ شاید برفین هم در همونجا باشه. وزیر مدافع گنرال مظفر کوچیگی برای مبارزه بر ضد تروریسم با اعضایان حکومت جلسه دایر نمود. موضوع اساسی این جلسه تماما از بین بردن ترور و به صلح و صلاح آوردن کشور است. غیر از این
вазири мудофиа генерал Музаффар Кочигин мақсадҳои аслии ташкилотро ба мардум ошкор баён намуд. хоҳино разило ин буд хабарҳои охир. то расидани хабарҳои мин баъда бо мо бошед. намедонед кӯчаи зумруд дар куҷо аст? дар охири ҳамин роҳ як гардиш мешавад. ана ҳамон кӯчаи зумруд аст. ташаккур. ба наздатон як духтар меояд, бо хабар бошед. ту кисти? маро синон фиристод. мане дарояд. гузар. синон фиристода бошад? ман мужда. шумо ҳамчун одамони ташкилот дар кӯчаву хиёбонҳо ба дуздӣ ва фурӯши маводи мухаддир машғул мешавед ва маблағи ба даст овардаатонро оварда ба ман медиҳед. ман бошам он пулҳоро ба муборизони дар кӯҳ буда мефиристам. حالا باشد همه‌تان در بالای این کاغذ ایزی انگشت‌هایتان را بگذارید برای جزا دادن نفرانی که به ما خیانت میکنند. اگر مبادا یکی از شما گریزد او را یافته به محبس میفرستم و تا آخری عمرش در آنجا میماند. با من بیا. آفرین. خیلی نابرد. گذر. هنی گذار نوبتی تو. بیا در را. همینجا میمانی مجدم و این لباس ها رو میپوشی. برای چی؟ با لباس خودم چی شده است؟ در اینجا من فرمان میدم. با چشم قماندان. در اینجا قماندان نیست. نامم خره. مادر جان کم موند یلمز آه مادر جان آه یلمز انتقام ادم را میگیرم. مرا نبردند خانم رابیه نخواست پسرم نیست نهایت گفت. خانم زلال سلام خانم زلال. و علیکم سلام. آقای کمیسر از برفین یگون خبر آوردید؟ نه خبر نیست. آمدم تو از شما یک چند سوال پرسم. مرحمت گذارید برایتان چای میارم. وقتی زیاد ندارم. در انقره یگان خویش و اقربایتان یا شناستان زندگی میکنه؟ نه فقط نبیره بابا ابراهیم علمیست در آنجاست. او در دانشگاه انقره میخواند. یعنی کسی دیگر نیست؟ به خدا تا جای من میدونم نیست یا اینکه برفین. فهمیدم. عذر میخواهم. ما باید هر چیز زودتر به انقره رویم. ببخشید شما را ناراحت نمودیم. رفتیم. نه ترس نمیشود. در اینجا نشسته نمیتوانم. بچه ها احتیاط کنید. آیسته آیسته. در آخر به شهر برمیگردیم پسرم. چنان شهر رو پزمان شدم که نپرس. گمان نمیکنم که مدت زیاد در آنجا مانیم. پس از معالجه زینب باز به ده برمیگردیم. کریما چه برمیگردیم؟ خدایا من چی کار میکنم؟ نه راه را میدانم نه سراغ را. به انقره خیلی میروم
همشیره گنول در آنجاست. باید زود برایم. هوا تاریک نشده. براه می برایم و با اتوبوس به شهر می روم. دزدی را در جایهایی به شما گفتمان میکنید. وقت دستگیر شده و گناهتان اقرار شده نام یگان کسی دیگر را نمیگیرید. بعد ما شما را از محبس آزاد میکنیم. در عکس حال هم خودتان و هم عائلتان را میکشیم. فهمیدید؟ شما ما را فهمیدید؟ حاضر 3 نفری و گروه ها تقسیم شده. آقای قرطو رو میپرسم مشتر. باشی با آنها میروید و این طرف و هستی شما یک طرف. بیا مشتر، شناسنامت رو بمانده. این شناسنامه 90. در اینجا خدیجه نوشته شده است. خدیجه نومی اپم است. میدانم اپت بیگناه است. ما تو را مژده صدا میکنیم، لیکن نه در همه جا. نوار ویدیوی دختر اومده شد آقای کمیسر. این رسم را فوراً به همه شعبه های امنیت روان کن. شاید این دختر فدایی باشد. باید هر چیز زودتر دستگیر شود. وقت رو بیهوده نگذارانید. زود اثر دارم. نسخه این رسم را به همه دسته های امنیت فریست. خوب شده است. همه اش آماده است سردارم. فهما بیا رفتیم برای کار. تشکر. مرحمت. عملیات رو کی و در کجا میگذارونند؟ اینش را من نمیدانم. به ما خبر میفرستند. کی خبر میفرستونند؟ من نمیدانم. وظیفه من تو را راه بلدی کردن است. صبر کنیم روز یا فردا معلوم میگردد. خوراک آوردیم جناب. شاورمای عربی و 2 قاب. ترک و کرد، لز و چرکیز، باشنک و افشر، همه‌مان باید متحد باشیم. اتفاق همه ما یک طرفیست میگویم. یک طرف. وقتی به قبرستان‌های چنکله نظر میکنیم نمایندگان هر قوم و قبیله را میبینیم که کیت به کتف یکدیگر مثل برادران پهلوی هم خوابند. چنکله مکان تو برادر قهرمان محمد ترک و محمد کرد است. امروزها هممان شاهد فتنه اندازی و به یکدیگر شوراندن مردم مملکتمان از طرف تشکیلات‌های خارجی گشته ایستادیم. برادران، ما باید به همه این دسیسه بازی راه ندیم. هممان یک دل و هم فکر شده با آنها مبارزه ببریم. نقشه‌هایتان را در این جبهه عرض نمودید. به واسطه رئیسان جماعت همه جماعت‌ها را دوست یکدیگر اعلام باید کرد. در این جاده باید همه جانبه دستگیری ها کرده شوند، هم از جهت فرهنگی و هم از جهت اقتصادی. در قسم جنوب شمال زواد و فابریکه ها گشاده، از خادمان خلق انداز نباید. خلق را از جهت مادی و معنوی دستگیری کردن لازم. برای عملی گشتن همه این من کوشش میکنم. برادران، من همچون وزیر مدافعه حکومت را برای آمدن به دیاربکر تکلیف میکنم. در مدت نچندان زیاده در این منطقه پایگاه نظامی به استفاده داده خواهد شد. جناب، چرا این کارو کردن میخواهید؟ من میخوام که با سربازان خود همراه باشم، با نبیره های صلاح الدین ایوب که مردم اینجایند باز هم همکاری زیچ داشتم میخواهم. اگر لازم شود همینجا در زیر خیمه عمر به سر میبرم. او چه ها میگوید؟ و فکرم دیوانه شده است. مجلس تمام شد. به همه تون تشکری زیاد.
خواب من بریم کوره به درمان برخ من گلو چما شین زواله مگری گلو چما خدا را شکر که چشمانت را کشیدی. با تو خیر خوش نکردن نمیرم طاهر. مرگ در دست خداست که و چطور رسیدنی وقتمان را نمیدونیم. اما تو از بدن برآمدن جان ما باید وظیفه بردوشمان بوده را اجرا کنیم. تو معلمه ای، شاگردانت را انتظارم. من باشم دخترم، بیماران مرا انتظارم. ما تا نفسی آخری ما خدمت میکنیم، زیرا آدمان با ما احتیاج دارن و ما ناامید نشده پایان شب سیاه را انتظار میشویم. لیکن افسوس که من با آخری راه رسیدم. در آخری راه نه، بلکه در آغاز راهیم. انسان ناامید ایمانش را از دست میدهد. خودت را به دست گیر، مثل کوهیلا شو. خودت را به دست گیر، ناامید نشو زینب. خیر، من رفته با پدرت آقای حامد خبر دهم. زود برمیگردم. بخیر است داماد؟ بخیر است آقای حامد. زینب بیدار شد. خدایا تو را شکر میگویم. راست میگویی. میتوانید او رو ببینید؟ بیا رفتیم. شکر خدا جان، شکر. زینب دخترم، جانکم، جانم، به خدا ما را سخت ترساندی. شکر که به خود آمدی. دختر جانم، دخترم. داماد بخیر است؟ نتیجه تشخیص معین شد طاهر؟ بله شد زینب. فردا صبح بر وقت رو معاینه میکنم. حالا استراحت کن. دخترم. آقای حامد، در این حجره برای شما هم جای خواب است. پسرم، تو در کجا میخوابی؟ من هم شب در بیمارخانه میمانم.
یگون جای میوگه پرما نکنید. مادرت به خانه بیاد رفت. از سراسیمگی فراموش کردم گویم که تو را در آنجا انتظارم. نه امشب به خانه هم نمیروم. همینجا همراه شما میمانم. خدا از تو راضی باش. از شما هم. دخترم از ده زن گرفتنی توهی مرا در تعجب گذاشت. افسوس که راست است نیهال. مادامی به بیماریش نگاه نکرده با او خانه‌دار شده است. معلوم می شود که او را دوست می دارد. بیزارم از این خیل دوست داری. حیاتش را می سزاند. چی خیلی که فهمیدم توی تماما تغییر یافته است. شما با او حقیقت را گفتید. پسرخوان بودنش را می داند. نه چطور این را به او می گویم نیهال؟ اپا تو که این سیر را پنهان می دارید. یک روز نه یک روز این سیر آشکار می گردد. هیچ فکر کردید که وقتی توهیر و مادرم آگاه شود چی می شود؟ خودتون هم می دانید که این کارتان درست نیست. توهیر دیگر کودک نیست، کلان شده است. باید فهمد. این را ما حالا وقتی این گپ ها نیست نیهال. دیگر این موضوع را نکشاف. فهمیدی؟ اصلا اپل خواهر حالا هم از دیدار یک دیگر سیر نشده اید. بیایید خوراک تیار است. میلش مادر جان. کاش توهیر هم می اومد. خوراکی دوست داشتهاش را پختم. می آید مادر جان. می انشاءالله. قربان نکنید. برایید زودتر کاری زودتر. این دارو را خورید. خود را بر دم حس میکنید. روید مراد. این دفعه تو فقط تماشا میکنید. دفعه دیگر بعد به تو هم وظیفه میدیم. رو اکنون رو. با بالا نگاه کنید. نفس چقور کشید. نفس نکشید. شد تمام. خدا شفا دیدن. خوبی؟ خیز خوب هستی؟ مرا در خاطر داری؟ دستانم را کشاده بگی. در خاطر دارم. شما پای برفین هسته. نامی تو مراد بود؟ بله. خوردن میخواهی؟ نمیخواهم. با دو چرخ نشستن میخواهی؟ البته میخواهم اپا، لیکن به من نمیدهد. گوش کن، این رو به تو دیهم دو چرخت رو میدهی که کمتر سوار شود. مایلش. بیا بیا. آیسته آیسته تر، احتیاط کن. میافتی آیسته تر. آیسته احتیاط کن مراد. آیسته تر مراد. مراد احتیاط کن. مراد بخدا من گناه ندارم. راست بترشم. مراد امام جان یاری ده. زودتر بردارید امام جان. در روشا چی بنا بود؟ زودتر بردارید امام جان.
صحت می شود همین طور نه دکتر؟ انشالله آقای حامد، انشالله صحت می شود. آقای حامد شما همینجا مانید، من زود رفتم برمیگردم. مایلش پیسم، مایلش. شما راسته کودک رو به قید مانید؟ مایلش. شعبه به قیدگیری در کجاست؟ شعبه به قیدگیری در دست راست کردید. ببخش دخترم، ممکن است یک چیز پرسم؟ به من همشیره گنول لازم. تا آخری راه را رفته از همکارانم پرسید خاله جان. سلامت باش دخترم. ببخشید دکتر روانشناس در کجا باشن؟ استاد شما رو خوش میکنم. من پگاه نتیجه یک تشخیص رو از نظر میگذارم. حالا باشد با شما صحبت کردن میخواهم. مایلش رفتیم استاد. رفته. وای من همشیره گنول رو می جویم. گنول زیلا؟ این توی خدایا. بله منم گنول. تو مرا در حیرت گذاشتی، از برگی زول فرستادن بیزار شده در آخر خودت آوردی. چند سال شد که تو رو ندیدم. چطور به اینجا اومدی؟ کاش با دیگر مقصد به اینجا می آمدم. بخیر است زیلون؟ گذاشتشی بیا. نپرس گناه. خیر چی گپ شد؟ چرا غمگینی؟ من اینجا برای برفین آمدم. برفین؟ بله. از واقعه های به سرت آمده بسیار غمگین شدم زیلو. آه گناه
او را با لقب برفین فدایی میشناسم. هم خودش و هم آدمانی بیگناه را میکشه. من چطور به این تحمل کنم؟ چی کار کنم؟ گبزن گنول چی کار کنم؟ چی گویم زیاد؟ دعا میکنیم که هرچی زودتر برفین رو دستگیر کنیم. انشاءالله. قاتلون ماست، قاتلون مادرم. البته جزایتون رو میدیم. من همین دختر سردارم. فهمم. در بیاناتت کودکان را نمیشناسم نوشتیم. به خدا اونها رو نمیشناسم. من برا همه رفتم. کودکان دویده به نزدم اومدم. من چیکار کنم؟ به قریب یک دهه اومدم. در شهر باشد کسی را نمیشناسم. حجتهایش را تفتیش کرده؟ نه سردارم. حاضر میبینیم. آقای کمیسر، عکس های در کافت و کبوده ها را آوردم. و اینجا گذار. مجلس شاید دیر دوام یابد. تو رفته یکان چیز خورده بیا. مایل سردارم. سراغت را هم نمیگویی؟ من راه گم زدم. با جای استانبول به انقره اومدم. به اتوبوس نشسته برمیگردم. حجتهایت درستند. میتوانی روی؟ خیر، راه سفید. تشکر آقای کمیسر. این همان دختر است. بله سردارم، خودی اوست.